سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من فاطمه‌ام، 2 ساله که با ویزای تحصیلی به فرانسه اومدم و قرار در یک سری ویدیو در مورد ماجرای تحصیلی به فرانسه صحبت بکنم. ویدیوی امروز در مورد اشتباهات رایج بچه‌ها در مسیر اپلای به فرانسه هستش که من توی مشاوره‌های مختلفی که داشتم و بررسی پرونده‌های مختلف به اینها برخوردم و می‌دیدم که بچه‌ها واقعاً با وجود اینکه پرونده تحصیلی خوبی دارن اما این اشتباهات رو انجام میدن، متاسفانه فرصت‌هاشون رو می‌سوزونن. توی این ویدیو قراره که در مورد 10 تا از این اشتباهات رایج صحبت کنم. اشتباه اول، عدم ارسال پرونده تا ددلاین مقرر. ببینید شما وقتی از طریق کامپوس فرانس اقدام میکنید تا 24 آذر ماه 24 یا 25 آذر ماه برای اپلای سال اول لیسانس مهلت دارین و تا 11 دی ماه برای اپلای سال دوم سوم لیسانس یا سال اول و دوم مستر مهلت دارید و این ددلاین ها معمولا همینه، ولی خب هر سال ممکنه یه مقدار این ور اونورتر بشه که همون سال باید چک بکنید. ددلاین معمولا هیچ وقت تمدید نمیشه. شما باید حتما تا اون تاریخ یک پرونده رو روی سایت اتود آن فرانس بسازید و حتما سابمیت بکنید. خیلی گاهن یادشون میره که این پرونده رو میسازن ولی یادشون میره که سابمیت رو بزنن و عملا تمام تلاششون هیچه، به خاطر اینکه شما باید اون سابمیت پرونده رو در نهایت بزنید تا پروندهتون برای کامپوس فرانس ارسال بشه. حتی اگر یه سری مدارکتون هم ناقص بود، مثل مدرک زبان یا ترجمه مدارکتون، مهم اینه که شما پرونده رو تا اون تاریخ ارسال بکنید و بعد از اون تا چند هفته بعد میتونید همچنان دسترسی به پرونده بخواید داشته باشین و مدارکی رو که ناقصه یا اشتباه بارگذاری کردین رو مجدد اصلاح بکنید. اشتباه شماره 2، انتخاب رشته اشتباه. مثلا خیلی تفاوت مستر رشرش و مستر پروفسیونل رو نمیدونن و با انتخاب اشتباه یکی از این دوتا باعث میشن که آفیسر این احساس رو بکنه که شما هیچی در مورد تحصیل تو فرانسه نمیدونید و حتی نمیدونید در آینده قراره چی کار بکنید. ببینید مستر رشرش از همونجوری که از اسمش پیداست مستری هستش که شما با ریسرچ و پژوهش سر و کار دارید و اگر میخواین دکترا بخونید این مستر مناسبه برای شما. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هدفش اینه که شما رو برای پژوهش آماده بکنه و شما یک پژوهشگر بشید. اما مستر پروفسیونل مستری هستش که هدفش بیشتر وارد شدن به بازار کار هست و کسانی که میخوان دکترا بخونن نباید طبیعتا مستر پروفسیونل رو انتخاب بکنن، به خاطر اینکه معمولا حتی برای پوزیشن های دکترا ممکنه کسی رو که مستر پروفسیونل دارن اصلا نپذیرن و اولویتشون با مستر قشقش ها باشه. حالا این یکی از ویژگی های خاص سیستم تحصیل تو فرانسه است و شما باید با توجه به رشته و مقطعی که براش اپلای میکنید در مورد تمام اینا تحقیق بکنید. یا مثلا ندونستن تفاوت بین M1 و M2، یعنی گاهن کسایی هستن که لیسانس دارن تو ایران و مستقیما برای M2 اقدام میکنن. خب این باعث فرصتشون بسوزه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه M2 در اصل سال دوم مستره. به این معنا نیست که اگر شما M2 رو انتخاب کردین قراره که 2 سال مستر بخونید. مستر توی فرانسه 2 سال است. M1 و M2. M1 یعنی سال اول مستر و M2 یعنی سال دوم مستر. کسایی که لیسانس دارن اگر میخوان برای مستر اپلای بکنن باید برای M1 اقدام بکنن، به خاطر اینکه شانسشون با توجه به اینکه لیسانس دارن خیلی بالاتره. ولی کسایی که یک ارشد دارن توی ایران یا حالا تو افغانستان و میخوان مستر مجدد بخونن، اینها هم میتونن M1 رو انتخاب بکنند هم میتونن M2 رو انتخاب بکنند. حالا فرقشون چیه؟ شما توی M1 2 سال درس میخونید، یعنی هم اول M1 میخونید بعد M2 و مستر میگیرید. توی M2 یه سال دوم مستر 1 سال میخونید ولی مدرکی که میگیرید یک مستر 2 ساله خواهد بود. یعنی یه جورایی اون مدرک ارشد شما توی ایران معادل سال اول ارشد اون رشته توی فرانسه هستش و معادل سازی میشه و اونها شما رو معاف میکنن از گذراندن سال اول مستر و به همین خاطر هست که شما پذیرش گرفتن توی M2 1 سال مستر میخونید، یعنی سال دوم مستر رو میخونید و یک مستر 2 ساله میگیرید. در مورد انتخاب رشته اشتباهی مورد دیگه‌ای که میتونم بگم اینه که بچه‌ها میان تغییر رشته خیلی زیادی انجام میدن، یعنی اینکه با توجه به بک‌گراند تحصیلیشون رشته جدیدی که انتخاب میکنن برای مسترشون خیلی متفاوت تره. خب این قضیه باعث میشه که خیلی شانسشون پایین‌تر باشه نسبت به کسایی که بک‌گراند تحصیلی مرتبط با اون رشته دارن و این فرصت‌هاشون رو بسوزونن. پیشنهاد من همیشه اینه که شما حتی اگر
قصد تغییر رشته دارید، مرتبط با رشته الانتون اپلای کنید، برسید به اون کشور و بعد اونجا اقدام بکنید. البته اگر امکانش بود بعد اقدام بکنید برای اینکه تغییر رشته انجام بدید. آخرین نکته که در مورد این انتخاب رشته اشتباه میتونم بگم اینه که شما توی وقتی در مستر کامپوس اپلای میکنید برای لیسانس 3 تا انتخاب و برای مستر 7 تا انتخاب دارید. خیلی از بچه‌ها رو من میبینم که این انتخاب هاشون مرتبط با هم نیست. خب این نشون میده که شما یک پرونده تحصیل منسجم ندارید و خودتون هم نمیدونید برای آینده میخواین چیکار بکنید و این تفاوت زیاد توی این رشته ها، این بین این 7 تا انتخاب، این رو به آفیسر میرسونه که شما فقط صرفا میخواین برید و این اصلا پوان خوبی نیستش. این انتخاب ها باید با هم دیگه مرتبط باشه، یعنی توی یک راستا باید با هم دیگه باشه و توجیه داشته باشه. مورد بعدی شخصی سازی نکردن انگیزه‌نامه هاست. شما توی این مسیر برای لیسانس 3 تا انتخاب، برای مستر 7 تا انتخاب دارید و برای هر انتخاب باید انگیزه‌نامه جدا و شخصی سازی شده بنویسید. یکی از اشتباهات بزرگی که بچه‌ها میکنن اینه که یه انگیزه‌نامه می‌نویسن و اون رو برای تمام دانشگاه‌ها و رشته‌ها ارسال میکنن که این خیلی خیلی اشتباهه. شما هر انگیزه‌نامه رو با توجه به خصوصیات اون دانشگاه، خصوصیات اون رشته باید که شخصی سازی بکنید. باید اون انگیزه‌نامه رو مخصوص و شخصی سازی شده برای همون رشته دانشگاه بنویسید و یکی از بزرگترین اشتباهات مسیر اپلای همینه به نظر من که شما انگیزه‌نامه رو شخصی سازی نمی‌کنید. یه انگیزه‌نامه می‌نویسید و برای همه پروگرام‌ها و همه رشته‌ها و همه دانشگاه همون رو ارسال می‌کنید. مورد بعدی بسنده کردن به مینیمم دانشگاه هست. ببینید مثلا دانشگاه میگه که من مینیمم آیلتس 5 میخوام، 5.5 میخوام، 6 میخوام، 6.5 میخوام. خب و این مینیمم دانشگاه هست و خیلی وقتا ممکنه پرونده هایی به دست این دانشگاه برسه که نمره زبان مثلا خیلی بالاتری داره. مینیمم دانشگاه 6 ولی پرونده هایی داره که اینا آیلتس 7 دارن، 7.5 دارن، 8 دارن و وقتی شما با یه پرونده ارسال میکنید که فقط مینیمم دانشگاه داره، یعنی فقط آیلتس 6 داره، فقط آیلتس 6.5 داره، با وجود اینکه مینیمم دانشگاه رو دارید ریجکت میشید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پرونده قوی تری از شما وجود داره. برای همین هم هست که من میگم به مینیمم دانشگاه بسنده نکنید. تا جایی که میتونید از مینیمم ها خودتون رو بیارید بالاتر که بتونید تمایز ایجاد کنید بین پروندهتون با پرونده بقیه داوطلب و باعث بشید که بین اون هم پرونده‌ای که ارسال میشه پرونده شما پذیرفته بشه و برگزیده بشه. اشتباه بعدی بارگذاری ناقص یا اشتباه پرونده هستش روی سایت ایتودان فرانس. اول ویدیو گفتم که شما اگر مدرکی رو ندارید، مدرک زبانتون آماده نیست، ترجمه مدارکتون آماده نیست، میتونید که پرونده رو ارسال بکنید و بعداً دسترسی بخواید و این اصلاحیه رو انجام بدید. این امکان وجود داره، اما اگر مجبور شدید این کار رو بکنید. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه شما وقتی مدارکتون آماده نیست هی اصلاحیه میخورید و هی هر بار این اصلاحیه که انجام میدید پرونده رو مجددا برای کامپوس میفرستین، میرید انتهای لیست بررسی پرونده ها و خب دیرتر پروندهتون دوباره بررسی میشه، دیرتر بهتون نوبت مصاحبه میرسه و پروندهتون تکمیل میشه و این دیرتر نوبت مصاحبه رسیدن یعنی اینکه دیرتر پرونده شما برای دانشگاه ارسال میشه و ممکنه که زمانی که پرونده شما برای دانشگاه مورد نظرتون ارسال میشه اون دانشگاه و اون رشته ظرفیتش تکمیل شده باشه. یعنی حتی اگر پرونده شما خیلی عالی باشه، نمره زبان خیلی خوبی داشته باشین، انگیزه‌نامه خیلی خوبی داشته باشین، این دیر کردن و این دیر ارسال کردن پرونده ها و این دیر جواب دادن به اصلاحیه ها باعث بشه که شما فرصتتون رو بسوزونید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون دانشگاه ظرفیتش دیگه تکمیل شده، ظرفیتی برای شما نداره با وجود اینکه یک پرونده بسیار عالی دارید. مورد بعدی خیلی هم رایجه، این باور اشتباهی که برای فرانسه میشه فقط به فرانسوی اپلای کرد. خیر، دانشگاه فرانسه به زبان انگلیسی هم پروگرام ارائه میدن، اما در مقطع لیسانس این رشته ها خیلی خیلی محدوده، اکثرا به فرانسوی هستش و گاهن هم ترکیب فرانسوی انگلیسی هست. یعنی خیلی رشته های لیسانس هستن که ممکنه 70% فرانسوی 30% انگلیسی باشن. لیسانس 100% انگلیسی خیلی تعدادش محدوده، توی دانشگاه های دولتی که خیلی محدوده، توی اکول ها و دانشگاه خصوصی
تعداد بیشتری نسبت به دانشگاه دولتی، اما شهریه‌های به شدت بالایی داره. اما در مقطع مستر این مبحث فرق می‌کنه، دستتون خیلی بازتره، یعنی توی دانشگاه دولتی هم احتمال اینکه مستر انگلیسی پیدا بکنید خیلی بیشتره. بیشتر میتونید روی دانشگاه فرانسه حساب باز بکنید. و در مورد دکترا هم که اکثر پوزیشن دکترا به انگلیسی ارائه میشن و شما حتی اگر هیچ دانش فرانسوی هم ندارید میتونید برای دکترا اپلای بکنید و پوزیشن پیدا بکنید. بعدی اشتباه در شناخت برنامه‌های انگلیسی زبانه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی میرید روی موتور جستجوی کامپوس فرانس رشته‌های انگلیسی رو سرچ می‌کنید، یه قسمت تات انگلیش داره که تمام رشته دانشگاه‌هایی که بخش از پروگرامشون یا کل پروگرامشون به انگلیسی تدریس میشه رو توی این لیست میاره و گاهن من بچه‌ها می‌بینم انتخاب‌هایی رو کردن که بخشی از این پروگرام به انگلیسی هست و اصلا متوجه این قضیه نشدن که مثلا 50%، 60%، 70%، 30% دیگه این پروگرام به فرانسوی و اینها باید 2 مدرک زبان ارائه بدن. وقتی شما یه پروگرام انتخاب میکنین که هم انگلیسی هم فرانسوی، این یعنی که شما 2 مدرک زبان باید ارائه بدین، هم انگلیسی هم فرانسوی. اگر دنبال پروگرام انگلیسی زبان هستین باید مطمئن بشین که اون پروگرام 100% به انگلیسیه و هیچ پیش نیاز زبان فرانسوی نیاز نداره. دیگه هم که اینجا بگم این هستش که یک سری رشته‌ها توی فرانسه تماماً به فرانسوی ارائه میشه، مثل رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری اینها. و خب یه سری رشته‌های دیگه که اینا معروف‌تریناش هستن، اینا تماماً به فرانسوی ارائه میشه و شما اصلا به انگلیسی نمیتونید توی رشته‌ها درس بخونید. اشتباه بعدی دیگه اینه که خیلی‌ها معتقدن که دانشگاه توی فرانسه رایگانه. باید بگم که خیر، دانشگاه در فرانسه رایگان نیستن. یه هزینه کم ثبت نامی دارن خیلیاشون. اصلا هنوز دانشگاه‌هایی که شهریه پایین دارن، مثلا برای لیسانس 175 یورو، برای مستر 254 یورو. اما متاسفانه که تعداد اینها داره کم و کمتر میشه. یعنی سیاست دانشگاه داره به این سمت میره که برای دانشجوهای خارج از اتحادیه اروپا افزایش شهریه داشته باشن که این شهریه ها میاد فکر میکنم برای لیسانس اگر 175 یورو نباشه میشه هولوش 2800 یورو و برای مستر هولوش 4000 یورو میشه که باز نسبت به خیلی کشورهای دیگه مبلغ خوبیه. یعنی مثلا این 4000 تا برای 1 سال تحصیلی هستش. اگر حتی این 4000 تا یا این 3000 تا براتون زیاد هست، میتونید بگردید دنبال دانشگاهایی که همچنان شهریه پایینی دارن و شهریه دانشجوهای خارجیشون با دانشجوهای فرانسویشون یکسانه. دانشگاه فرانسه فقط برای پناهنده ها رایگانه و کسانی که حالا فرانسوی هستن، این تابعیت فرانسوی دارن یا اقامت بلند مدت فرانسه رو دارن، که یعنی اینکه شما اصلا از خارج از فرانسه برای بورسیه کورس نمیتونید اقدام بکنید و بورسیه کورس بورسیه‌هایی بر اساس نیاز مالی هستش که خود دولت فرانسه بیشتر برای دانشجوهای فرانسوی اینو طراحی کرده. این 2 دسته فقط شهریه نمیپردازن و مابقی حتی خود فرانسوی ها، یعنی کسایی که این بورسیه جزو بورسیه کروس نیستن، اونها هم برای دانشگاه دارن این شهریه 254 تا یا 175 تا رو پرداخت میکنن. اشتباه بعدی که خیلی با بودجه محدود در همون ابتدای کار میرن سراغ پاریس. ببینید پاریس یک شهر به شدت گرونیه. توجه به نرخ تومان و افغانی در برابر یورو، هزینه زندگی تو این شهر خیلی خیلی زیاد میشه. حتی واسه خود کسایی که داخل فرانسه هم زندگی میکنن خیلی سراغ پاریس نمیرن، به خاطر اینکه هزینه ها در پاریس خیلی بیشتره و اگر بودجه محدودی دارید اول از همه سراغ پاریس نرید، مگر اینکه بورسیه دارید و خب مبلغ بورسیه مبلغ خوبیه و خود بورسیه هم به شما خوابگاه میده. در غیر این صورت به نظر من همون ابتدایی کار سراغ پاریس نرید، به خاطر اینکه هم پاریس خیلی گرونه، هم پیدا کردن خونه یا اتاق یا خوابگاه خیلی خیلی سخته. تو کل فرانسه سخته پیدا کردن خوابگاه در همون ابتدا از خارج از فرانسه، اما توی پاریس یه لول بالاتر سخته این پیدا کردن خونه. اشتباه آخر، عدم انسجام پرونده تحصیلی. یعنی چی؟ یعنی اینکه پرونده شما 0 تا 100ش نمره زبان، معدل، نوشتن انگیزه‌نامه‌ها، انتخاب رشته دانشگاه‌ها، سرتیفیکیت هایی که روی پروندهتون گذاشتین، سابقه کاری که گذاشتین، اینا با هم دیگه همه توی یک راستا نیست. یعنی خیلی با هم دیگه نمیخونه. انگار به هر چیزی یکم ناخنک زدین، معلوم نیست دقیقاً دارید چیکار میکنید. خیلی وقتا من به بچه‌ها میگم که اگر شما مثلا سرتیفیکیت های خیلی زیادی دارید، مجبور نیستید همه رو بذارید.
فقط و فقط اونایی رو بذارید که به پرونده شما کمک میکنه، به این انسجام پرونده شما کمک میکنه، به انتخاب رشته دانشگاهاتون کمک میکنه و نشون میده. یعنی شما به نظر من یه بار خودتون رو بیارید خارج این گود، به پروندهتون نگاه کنید، ببینید که این رزومه من، این انگیزه‌هام، این انتخابام لازم منطقی به هم دیگه میخونه یا نمیخونه. هر جایی رو که حس کردین نمیخونه تغییرش بدین. اگر سرتیفیکیتی دارید که شاید خیلی براش زحمت کشیدین یا خیلی براش هزینه کردین اما میبینید به این انسجامه نمیخوره، به بندی تحصیلی نمیخوره، اینو حذفش کنید. خیلی راحت حذفش کنید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این انسجام پرونده تحصیلی خیلی مهمه. سری که پرونده شما رو بررسی میکنه از همون اول هر مدرکی رو که داره بررسی میکنه قشنگ این حس رو بکنه که شما میدونید دارید چیکار میکنید. تمام چیزایی که شما تو پروندهتون گذاشتین در یک راستا هستش و به هر شاخه نپریدید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر پیشنهادی دارید برای ساخت ویدیوهای بعدی میتونید توی کامنت برام بنویسید. اگر سوالی در مورد این ویدیو داشتین بازم میتونید توی کامنت برام بنویسید، حتما بهتون جواب میدم. و اگر تو مسیر اپلای هستین پیشنهاد میکنم که حتما کانال رو سابسکرایب کنید، به خاطر اینکه ویدیوهایی در مورد مسیر اپلای دارم میسازم اختیارتون قرار میدم. ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.